کدوممونه که دوست نداره سواری موز بزرگ و سرعتی بشه؟ تازه وقتی که مالکش اسطوره بزرگ استیو بریتویت باشه. این ماشین از موتور یه فورد F150 1993 ساخته شده که 210 اسب بخار داره. همچنین این اسطوره بزرگ 8 سال از عمرشو صرف ساختن این موز کرده. شاید فکر کنید ایده ساخت این موز بیشتر از یه مشکل روانشناسی کلوف اومده باشه، ولی خودش میگه هدفش از ساخت این ماشین این بوده که تبدیل به دلغک‌ترین مرد جهان بشه. BMW Isetta. این چیزی که می‌بینید ماشینه. اتفاقا زمان خودش خیلی محبوب بوده، به طوری که تمام نسخه‌های ساخته شده ازش به فروش میاد. یک کسی طولش 2 ارتفاع، جوری که دو نفر میتونن توش جا بشن. این ماشین 12 صبح بخاره و ساخته ایتالیاست، اما BMW حق فروشش رو میخره و میفروشه. Cadillac Cyclone XP74 Concept. فکر کن با خیال رد داری تو خیابون راه میری، یهو دو تا موشک میاد سمتت. ولی نگران نباش، اون کادیلاک سایکلون XP74 کانسپت نیست. موشکه، به فنا رفت. این ماشین سال 1959 و به تعداد فقط یک دونه توسط جنرال موتور ساخته شده. هدف جنرال موتور از ساخت این ماشین به رخ کشیدن تکنولوژیشون در اون زمان بود که خداوکیلی هم خیلی جلو بودن. مثلا این کله‌های موشکی که می‌بینی در اصل رادارن که احتمال وجود اشیا رو جلوی ماشین میسنجن و از تصادف جلوگیری میکنن و کلی آپشن دیگه.